سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به چنل دکتر احسان خوش اومدین. امروز میخوام یه ماده طبیعی و فوق‌العاده‌ای رو معرفی کنم که میتونه سیستم ایمنی بدنتون رو تقویت کنه، به سم‌زدایی بدنتون کمک کنه و حتی سلامت پوستتون رو بهبود میبخشه. جالبتر از همه این که تحقیقات زیادی نشون داده که این میوه یه شاهداروی طبیعی و مصرف منظم این میوه به خصوص در فصل سرما میتونه شما رو از خیلی از بیماری‌ها دور نگه داره. اگه میخواین بدونین این میوه چیه، با من همراه باشید تا بهتون بگم اگه یک ماه هر روز از این شاهداروی طبیعت بخورید چه اتفاقی در بدنتون میفته، چیزی که شاید خیلی ها ازش خبر نداشته باشن. و در انتهای ویدیو هم یه ماسک فوق العاده رو آموزش میدم که هم به درد آقایون میخوره هم به درد خانم‌ها. این ماسک پوستتون رو ویتامینی میکنه و چند درجه پوستتون رو روشن‌تر و شفافتر میکنه. میخوام در مورد یه میوه کوچیک اما معجزه آسا به نام لیمو ترش صحبت کنم. بیایم ببینیم اگه هر روز لیمو ترش تازه در برنامه غذاییمون قرار بدیم چطور میتونه باعث سلامتیمون بشه. اول از همه باید بهتون بگم منظور من آب لیموهای تازه و طبیعی، نه صنعتی که تو مغازه و سوپرمارکت‌ها زیاد وجود داره، یا لیمونات هایی که پر از مواد افزودنی هستن. نه، منظورم آب لیموی واقعی و تازه است و بدون هیچ ماده اضافه و افزودنی. اول از همه آب لیمو ترش باعث کاهش کلسترول خون یا LDL خون میشه. همه میدونیم که ویتامین C برای سلامت قلب و کاهش خطر سکته خیلی مهمه. یه لیمو چیز حدود 30 میلی گرم ویتامین C داره که میتونه 40% ویتامین C نیاز روزانمون رو تامین کنه. اما فقط ویتامین C نیست. توی لیمو فیبر و یه سری ترکیبات گیاهی دیگه هم وجود داره که باعث کاهش کلسترول بد خون میشه. آب لیمو چطور باعث کاهش کلسترول میشه؟ با خوردن روزانه آب لیمو ترش تازه جریان صفرا تو بدن بهتر میشه و کلسترول اضافه به راحتی دفع میشه. لیمو و کبد. اگه کبدتون چربه، که اکثرا هم کبدشون چربه، بهتون توصیه میکنم هر روز آب لیمو تازه بخورید. یه کمک بزرگی به پاکسازی کبده. لیمو باعث میشه بدن گلوتاتیون بیشتری تولید کنه. گلوتاتیون یا آنتی اکسیدان بسیار قویه که سلول ها رو در برابر رادیکال آزاد که عامل اصلی بیماری ها هستن محافظت میکنه و روی کبد اثر بسیار خوبی میذاره. چربی های اضافه بدن رو کاهش میده. پس اگه کبد چرب دارید یا حتی اگه کبد چرب هم ندارین، باز هم توصیه میکنم حداقل یک ماه هر روز صبح ناشتا یه لیوان آب ولرم به همراه یک قاشق عسل و چند قطره آب لیمو ترش تازه میل کنید. لیمو و پوست. یکی از خاصیت‌های معروف لیمو اینه که پوستتون رو جوان‌تر، شاداب‌تر و حتی روشن‌تر میکنه. ویتامین C موجود در لیمو کلاژن سازی رو تحریک میکنه و همین عامل باعث کاهش تیریکی‌ها و لکه‌های قهوه‌ای روی پوستتون میشه. پوستتون رو با کیفیت تر میکنه. حتما امتحان کنین از این نوشیدنی با ارزش. علاوه بر این، چون لیمو خاصیت اسیدی داره، چربی و التهابات پوست رو هم از بین میبره و برای همین پوستتون رو روشن‌تر، شفافتر و پر انرژی تر میکنه. لیمو و مو. اگه از ریزش مو به خاطر حرارت زیاد سرتون رنج میبرید که اکثرا هم شکایت دارن از ریزش مو، کافیه نصف آب لیموی تازه رو با آب معمولی مخلوط کنید. این ترکیب رو توی حمام بذارید چند دقیقه رو سرتون بمونه و بعد سرتون رو بشورید. بعد از یه مدت ریزش موهاتون کمتر میشه و حتی شوری سرتون هم بهتر میشه. هفته یکی دو بار با این روش رو انجام بدید، معجزه‌ش رو میبینید. لیمو مفید برای اعصاب و تقویت حافظه. تا حالا شده بوی لیمو ترش رو عمیق استشمام کنید؟ حتما این کار رو انجام بدید. بویدن لیمو واقعا اعصابتون رو آروم میکنه. خودم بارها اینو امتحان کردم و باعث آرامش و افزایش تمرکز میشه. تحقیقات زیادی نشون دادن که رایحه لیمو میتونه خطاهای تایپی افراد رو تو محیط کار تا 45% کاهش بده. بهتون توصیه میکنم اگه بچه‌هاتون تو درس خوندن تمرکز کمی دارن یا فعالیت مغزی دارین انجام میدین، حتما از بوی لیمو استفاده کنین. این کار به بالا رفتن تمرکز و حافظت کمک زیادی میکنه. و جالبه بدونید بوی لیمو خاصیت ضد آلزایمری هم داره و از آلزایمر هم جلوگیری میکنه. لیمو و چشم. اگه میخوان چشمتون سالم و شفاف بمونه یا از مشکلاتی مثل آب مواری جلوگیری کنید، میتونید از این قطره که میگم استفاده کنید. چند قطره آب لیمو ترش تازه رو به همراه آب جوشیده سرد مخلوط کنید و از این ترکیب یا از این قطره چشمی بسیار قوی روزی 2 قطره تو چشمتون بچکونید. این کار نه تنها برای شفافیت چشم خوبه، بلکه خشکی های چشم و حتی ضعف بینایی رو هم بهتر میکنه. چند وقت پیش ویدئویی
رو براتون گذاشتیم تحت عنوان عینک رو کنار بذار. اگه دوست داشتین حتما این ویدیو رو ببینید. تعدادی از شما عزیزان برام کامنت گذاشتید که امکان نداره با این روش‌ها چشممون بیناییش برطرف بشه. آیا واقعا این حرف صحت داره؟ از من خواسته بودین که اینو جواب بدم. دوستان عزیز، صادقانه بهتون بگم از این قطره چشمی هم خودم استفاده کردم و هم پسرم. و جالبه که بدونید پسرم با توجه به شرایط مزاجی و سنی که داشت به راحتی تونست عینکشو کنار بذاره. کمترین اتفاقی که برای من افتاد اینه که چند درجه نمره عینکم کمتر شده بود و دیدم بهتر شده بود. البته با روش‌ها و نکات دیگه که در اون ویدیو کامل براتون توضیح داده بودم. حتما دوستان عزیز یک بار هم که شده از این روش‌ها استفاده کنید و بعد از مدتی خودتون به نتایج بسیار خوبی میرسید، همونطوری که ما رسیدیم. مشروط به اینکه تمام راهکارها و نسخه‌ها رو انجام بدید و از طرفی باور داشته باشید که بدن ما یه سیستم هوشمنده و خودش میتونه خودش رو بازسازی کنه. فقط باید بهش فرصت بدید و یه سری مواد سالم و طبیعی رو در اختیارش قرار بدید. لیمو و خون دماغ. اگه زیاد خون دماغ میشید کافیه یه تیکه پنبه رو به آب لیمو آغشته کنید و توی بینیتون قرار بدید. این کار رگ‌های بینیتون رو میبنده و خون دماغ رو برای همیشه متوقف میکنه. لیمو و عفونت گلو و سرماخوردگی. برای گلو درد یا عفونت گلو بهتره که آب لیمو و نمک طبیعی رو با هم مخلوط کنید. صبح و شب از این ترکیب غرغره کنید. التهابات که در ناحیه گلو ایجاد شده رو به سرعت برطرف میکنه. اگر خلط پشت حلق هم دارید یا سرما خوردید میتونید نصف آب لیمو ترش تازه رو با آب ولن و عسل و یه حب سیر رو کاملا ریز کنید، داخل این شربت بریزید و هر 8 ساعت از این شربت میل کنید. یه شربت بسیار عالی که آنتیبیوتیک طبیعیه و فوق‌العاده مؤثر بر درمان‌ها و عفونت‌ها. لیمو و قلب. لیمو ترش برای قلب و عروق هم بی‌نظیر دوستان. یه ترکیب ساده از لیمو و سیر که تو نسخه‌های ابوعلی سینا هم اومده و میتونه گرفتگی عروق قلب رو باز کنه. حتی اگه مشکل قلبی ندارین سالی یک بار این نسخه رو استفاده کنین و انجام بدین تا از سکته‌های قلبی و مشکلات قلبی پیشگیری کنین. ویدئوی سیر لیمو ما رو ببینید که به چه نحوی درست میشه و بعد استفاده کنید. لیمو و معده. خیلی‌ها فکر میکنن لیمو برای معده خوب نیست چون اسیدی، اما جالبه که بدونید بعد از اینکه لیمو رو مصرف کردین نیم ساعت بعد توی بدن خاصیت قلیایی پیدا میکنه. این ویژگی کمک میکنه هلیکوباکتری یا همون میکروب معده رو از بین ببره. برای درمانش بهتره که یه دوره 3 روزه از صبح تا شب آب و عسل و لیمو رو با هم ترکیب کنید و هر 1 ساعت میل کنید. با این روش نه تنها معدتون بلکه تمام بدنتون هم پاکسازی میشه. لیمو و کبد و کلیه. لیمو ترش برای پاکسازی کبد معجزه میکنه دوستان. آنتی اکسیدان های بسیار قوی که داره کبدتون رو پاکسازی میکنه و حتی برای سنگ کلیه هم بسیار مفیده چون از تشکیل کلسیم اکسالات هم جلوگیری میکنه و حتی در بیماری نقرس که اسید اوریک خون بالا میره لیمو کمک میکنه تا اسید خونسا و دفع بشه. مورد بعد، آب لیمو ترش تازه پیشگیری میکنه از تمام سرطان ها. تحقیقات زیادی در این رابطه انجام شده. تحقیقات دانشگاهی نشون داده که مصرف آب لیمو ترش تازه میتونه خطر ابتلا به سرطان معده و سرطان رحم، سرطان سینه رو کاهش بده. جالبه که حتی روی موش‌های آزمایشگاهی هم این موضوع اثبات شد. لیموی تازه جلوی انتشار سلول‌های سرطانی رو میگیره. لیمو و پوست سالم داشتن. افرادی که مرتب آب لیمو ترش تازه رو مصرف میکنن کمتر دچار تیرگی‌ها و لکه‌های پوستی میشن. ویتامین C موجود در لیمو به عنوان یک آنتی اکسیدان بسیار قوی از پوست در برابر عوامل مخرب محافظت میکنه. حتی افرادی که دچار مشکلات پوستی مثل خارش یا اگزما یا خشکی هستن میتونن از آب لیمو ترش استفاده کنن. آب لیمو ترش رو میتونید روی نواحی که خشکی یا اگزما ایجاد شده بمالید و میتونید برای از بین بردن بوی بد عرق هم از آب لیمو ترش تازه استفاده کنید. مورد بعد، لیمو و عفونت‌های ادراری. آب لیمو میتونه عفونت‌های دستگاه ادراری رو هم برطرف کنه. ویتامین C موجود در لیمو باکتری‌ها رو از بین میبره و به راحتی باعث درمان عفونت‌های ادراری هم میشه. لیمو و کنترل فشار خون. آب لیمو ترش تازه به کنترل فشار خون هم کمک زیادی میکنه چون سرشار از مواد معدنی مثل کلسیم و پتاسیم. این دو تا ماده معدنی مهم و ضروری میتونه خطر بیماری‌های قلبی و سکته رو کاهش بده. این دو تا ماده معدنی مهم و ضروری میتونه خطر بیماری‌های قلبی و سکته رو با کاهش فشار خون کمتر کنه. جالبه بدونید که در هر 100 گرم لیمو حدود 138 میلی گرم پتاسیم داره
و مورد بعد، لیمو برای افراد دیابتی هم فوق‌العاده مفید و مؤثره. تحقیقات انجمن دیابت آمریکا این موضوع رو اثبات کردن. فیبر محلول و ویتامین C موجود در لیمو برای افراد مبتلا به دیابت بسیار مفیده و از همه مهمتر لیمو شاخص گلیسمی بسیار پایینی داره. یعنی بعد از خوردن آب لیمو ترش تازه قند خونتون به آرومی بالا میره، یک دفعه بالا نمیره و این خب خبر بسیار خوبیه. شاخص گلیسمی یه مقیاسیه که از 0 تا 100 نشون میده که یه ماده غذایی چقدر سریع قند خونتون رو میتونه بالا ببره و خب لیموی تازه توی این مقیاس عدد بسیار پایینی داره. از خواص فوق‌العاده و بی‌نظیر دیگه لیمو میتونیم بگیم که آب لیمو ترش تازه حتی جلوگیری میکنه از خونریزی لثه و برای بهبود سلامت دهان و دندان هم فوق‌العاده موثره. کمک میکنه به جلوگیری از رگ‌های واریسی. لیمو به تجزیه مخاط و کاهش درد گلو هم کمک میکنه. آب لیمو ترش تازه دوستان برای درمان شور سر هم فوق‌العاده مفیده. آب لیمو ترش تازه چون خواص ضد میکروبیز و ضد باکتری داره، قارچ‌های پوست سر رو مهار میکنه و شوره و قارچ‌های پوست سر رو برطرف میکنه. گفتیم یه مقدار آب لیمو ترش تازه رو میتونید هم با آب معمولی هم داخل شامپوهاتون بریزین و این رو تو حمام چند دقیقه رو سرتون قرار بدین و در هفته چند مرتبه این کار رو انجام بدید. که فوق‌العاده موثره. یه نکته بسیار مهم در مورد آب لیموهای صنعتی بگم دوستان، خیلی وقتا بعضی از افراد داخل غذاهاشون یا سالادشون میان از آب لیموی آماده استفاده میکنن، اما خوبه بدونی ویتامین C به گرما حساسه و تو فرآیند تولید صنعتی از بین میره. تازه معلوم نیست این آب لیموی آماده اصلا از لیمو واقعی تهیه میشه یا نه. پس اگه دنبال خواص واقعی لیمو هستید حتما خودتون لیمو تازه بگیرید و از آبش استفاده کنید یا از فروشگاه‌های معتبر خریداری کنید. دوستان عزیز، این خواص و فوایدی که خدمتتون گفتم همه مربوط به آب لیمو ترش تازه و طبیعی، نه آب لیموهای تقلبی در بازار. چند وقت پیش خبرگزاری خبر آنلاین خبری رو منتشر کرد که واقعا شوکه کننده است. تو این خبر اومده بود که 99% آب لیموهای موجود توی بازار تقلبی هستن که به 2 دسته تقسیم میشن. دسته اول آب لیموهایی که اصلا از لیمو درست نمیشن و ترکیبات اصلیشون اسید سولفوریک و گوگرده و دسته دوم آب لیموهایی که خیلی رقیقه و شاید یه مقدار لیمو بهش اضافه کرده باشن ولی پر از مواد شیمیایی هستن. حتی توی خبر اومده بود که چیزی که به اسم آب لیمو تو بازار وجود داره بعضی وقتا برای خاک هم مضر متاسفانه. پس دوستان عزیز، به هیچ عنوان تا جایی که امکان داره از آب لیموهای آماده استفاده نکنید. و اما بریم سراغ ماسکی که قولشو بهتون داده بودم. نصف آب لیمو ترش تازه با یک قاشق غذاخوری گلاب و نصف قاشق چایخوری زردچوبه به همراه یک قاشق عسل، این مواد رو با هم خوب ترکیب میکنید. این ماسک رو روی صورت و گردنتون بزنید. بعد از 15 دقیقه صورتتون رو بشورید و هفته 2 تا 3 بار از این ماسک استفاده کنید. این ماسک خواص درمانی بی‌نظیری برای پوستتون داره. از پیری زودرس جلوگیری میکنه. کلاژن ساز خوبیه، پوستتون رو شفاف و روشن میکنه و از آفتاب سوختگی، آکنه و جوش هم جلوگیری میکنه. حرف آخر دوستان، لیمو یه ماده فوق‌العاده است که برای سلامتیمون بسیار مفیده. از موهای سرتون گرفته تا کف پاتون کاربردهای متنوعی داره. پس مصرف روزانه این میوه رو جدی بگیرید. اگر این مطالب براتون مفید بود لایک و کامنت فراموش نشه و لینک این ویدیو رو برای بقیه دوستانتون به اشتراک بذارید. اگر هم عضو کانال ما نیستید خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. سپاس که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. همیشه سالم و سلامت و پر انرژی باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.